شمس پهلوی که بود؟ روایت جسورانه دختر بزرگ رضاشاه. شمس پهلوی دختر بزرگ رضاشاه بود که در کنار علایق شخصی خودش یک سری اقدامات جسورانه نیز داشته که کمتر زنی در دربار پهلوی می توانست این گونه اقدامات را انجام بده. اگر به شنیدن روایت جسورانه شمس پهلوی علاقه‌مندی، پس ویدئو رو لایک کن و تا آخر با من همراه باش. خدیجه پهلوی معروف به شمس پهلوی، متولد سال 1296، اولین فرزند رضاشاه و تاج‌الملوک بود. وی خواهر بزرگ محمد رضاشاه و اشرف پهلوی است. در خاطرات خواهرش اشرف نوشته شده که شمس برخلاف او هیچ علاقه‌ای به دخالت در امور کشور نداشته و او با ایفای نقش سنتی زن که پرداختن به امور روزمره و خانه‌داری و زندگی زناشویی بود احساس راحتی می‌کرد و تنها برای کسب جایگاه اجتماعی ریاست جمعیت شیر و خورشید سرخ را پذیرفت که تا آخر سلطنت پهلوی در اختیار وی بود. رضاشاه پهلوی در سال 1315 تصمیم به ازدواج هر دو دختر خودش یعنی شمس و اشرف پهلوی میگیره و اعلام میکنه که جوانان وابسته به خانواده اشراف و مقامات مملکتی خود رو برای این کار کاندید کنند. در میان داوطلبان علی قوام و فریدون جمع به ترتیب برای شمس و اشرف در نظر گرفته شدند. این ازدواج اجباری فقط با خواست خود رضاشاه و بدون اطلاع دختران وی بود. شمس به خاطر اینکه دختر بزرگتر خانواده بود، تصمیم گرفت به جای علی قوام با فریدون جمع که جوان خوش‌سیماتری بود ازدواج کنه. با این انتخاب همسران هر دو خواهر تعویض شدند. ازدواج تحمیلی شمس مانند ازدواج خواهرش اشرف بعد از مرگ پدر به جدایی ختم شد. حتی خود فریدون جمع هم زیاد از این ازدواج راضی نبود چون از اخلاق مغرورانه شمس به تنگ آمده بود. شمس پهلوی برای بار دوم با مهرداد فرهاد ازدواج کرد. وی یک هنرمند بود، اما تاج‌الملوک و محمد رضا شاه مخالف این ازدواج بودند. اونها برای زندگی مدتی به قاهره رفتند. مهرداد فرهاد چندی بعد به ریاست اداره فرهنگ و هنر منصوب شد. حاصل ازدواج اونها 3 فرزند به نامهای شهباز، شهیاد و شهرآزاد بود. شمس پهلوی در ایران در کاخی در مهرشهر کرج به نام کاخ مروارید زندگی می‌کرد. این کاخ یکی از بهترین نمونه‌های معماری در ایران است. شمس پهلوی اقدامات زیادی نیز انجام داده. یکی از نمونه‌های اونها تجارت الماس در آفریقا که هنگام تبعید پدرش بود انجام شد. چون در آفریقا الماس و سنگ‌های ارزشمندی وجود داشت که وی اونها رو با قیمت بسیار ارزانی خریداری می‌کرد و سپس اونها رو به ایران می‌فرستاد و با چندین قیمت برابر اونها رو به فروش می‌رسوند. شمس از همون ابتدای کودکی بسیار مورد توجه پدرش بود و همین باعث می‌شد خواسته‌هاش زودتر از بقیه فرزندان اجابت بشه. بعد از فوت پدرش رضاشاه، شمس دیگه نتونست تجارت الماس رو ادامه بده و وارد صنعت تجارت شد و با به ارث بردن املاک وسیع در غرب تهران و مهرشهر کرج صاحب ثروت عظیمی شد. از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی فراوان شمس می‌توان به تصفیه شکر اهواز، لبنیات پاک، قند دسفول و شرکت‌های آبمیوه و مربا اشاره کرد. نظر شما درباره اقدامات جسورانه شمس پهلوی چیه دوستان؟
اما مهمترین اقدامات شمس در دربار پهلوی انتخاب همسر دوم محمد رضا شاه یعنی ثریا اسفندیاری بود. همچنین وی ریاست کانون بانوان ایران که توسط رضا شاه برای کشف حجاب ایجاد شده بود نیز بر عهده داشت. وی در دهه 30 به دین مسیحیت گروید و خود و خانواده‌اش مسیحی شدند. این اتفاق در دربار محمد رضا شاه وحشتی به پا کرد که مبادا خبر اون در میان مردم درز کنه. وی به عنوان مبلغ دین مسیحیت نیز فعالیت می‌کرد و حتی یک مدرسه مسیحی نیز در مهرشهر کرج تأسیس کرد. او قبل از انقلاب 57 به کالیفرنیا رفت و در سال 1374 در سن 78 سالگی درگذشت و طبق آیین مسیحیت به خاک سپرده شد. ممنون که تا آخر با من همراه بودین. اگر به شنیدن روایت‌های تاریخی از زنان علاقه‌مندین، کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید.